دعوتش بودند، پرچمدار لشکرش بودند، اوصیایش در امتش بودند، تا حدی که چنان جان و مال خود را در این راه فدا کردند که خداوند جل جلاله و امن والوه از عرش اعلای خود آیه نازل نمود که بعد از پیغمبر از اونها به نیکویی پیروی کنید. هم به اهل بیت و هم به غیر اهل بیت دستور داد که ای مؤمنان، در طول تاریخ اگر بخواهید همچنان که من از اصحاب محمد راضی شدم از شما راضی بشم و به همون بهشتی که اونها را میبرم شما را ببرم، به نیکویی از اونها پیروی کنید و تبعوهم به احسان. و بعدش رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از اونها راضی شده و اونها از خدا راضی شدن. خدا میبخشد، شیعه نمیبخشد. و همچنان که ما در بلوچی مثلی داریم میگه شاه میبخشه شهبانو نمیبخشه، بخیل نمیبخشه. ببخشید آقا خداوند باران از آسمان نازل میکنه، بخیل دستشو زیر نگه میداره که نه نریزه رو زمین. بخلی را که تشیع در دین آورده همینه. خداوند میگه من اعلان رضایت کردم اصحاب محمد، اینا میگه نه مرتد شدن. خداوند میگه من ما فی صدورشون رو میدونم، تزکیهشون میکنم، میگه نه اینا مرتد شدن. خدا نمیدونه بده حاصل شده. خدا را متهم میکنن بده حاصل شده. با همین بده یهودیت از اسلام موسوی فاصله گرفت. ولی عید نیست. کسانی که قربانی امامت یهود ساخته شدن، بده یهود ساخته هم باید یدک بکشن. خلاصه بده اینه که خداوند چیزی رو نمیدونسته بعداً دونسته. نعوذ بالله. درود خداوند بر یاران محمد باد و ما شما را از دوستداران و پیروان نیک اونها بگرداند، از اون کوردلانی نگرداند که چند نفر از اهل بیت را به انتخاب خود، نه همه اهل بیت را، به انتخاب خودشون خدا کردند. 14 خدا درست کردند، 14 معصوم درست کردند و بقیه دسترنج محمد را به بعد استهزا گرفته و همه کوشش های 20 سالش را به بعد استهزا گرفته تا یهودیت و مسیحیت و مجوسیت و بقیه ادیان را در لباس تشیع به نام اسلام زنده کنند. و نتیجهش ایناش در ایران شرک زده میبینید که میلیون مردم از دین میگریزند و اونی که امامت رو ساخته هدفش هم همین بوده. لیکن دشمن دوست نما را نتوان کرد علاج، شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف خدمتون هستم، در این روزی را که اونهایی که امروز روزه گرفتند خداوند ازشون بپذیرد، از خداوند متعال میخوام که روز به روز ما و شما را به دین، به فهم درست دین و به عمل به دین نزدیک و نزدیکتر کند. و خدا را شاکرم که به ما و شما توفیق داده که در میان این همه استبلهای تبلیغاتی ولایت فقیه و غیر ولایت فقیه، از کفر گرفته تا شرک، به من و شما توفیق داده که در یک برنامه توحیدی پای سخنانش، پای کتابش حلقه بزنیم، زانوی ادب بزنیم تا از فرامینش، از راهنمایی هایش، از نورش، از هدایتش، از خورشید معنویتش برای روشن کردن افکار و قلوب و اعمال خود و برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت خود سود ببریم. و با تشکر از این که ما را مشرف بودن به
مشرف مهمان بودن در خانه های خودتون نموده اید. خداوند خانه های ما و شما را با نور علم و عمل منور بسازد و از ظلمت و تاریکی و سرگردانی بیدینی و بددینی و خرافه و شرک و بدعت و هر آنچه از ادبیات ننگین و فریبنده حوزه های شرکیه قم و نجف می باشد پاک و مبرا نگه دارد و در این شبستان تاریک که پرچم شرک همه جا بلنده در منطقه اسلامی، در زیر سایه کفر جهانی، چون این کاری آسان نیست مگر با فهمیدن قرآن و نشستن در چنین جلساتی بدون شک که نه که عبادت است بلکه از نمازهای مستحبی اجرش بیشتره. شما الان بشینید درس تفسیر گوش کنید، فهم سخن خدا رو بفهمید، دین خودتون رو بفهمید، این اجرش از اینکه بشینید نماز مستحب بخونید، نوافل بخونید بیشتره. از اینکه روزه مستحب بگیرید بیشتره. اگر جمع کنید که چه بهتر. طلب علم دین واجب بر هر مسلمانی است، بخصوص فهمیدن توحید فرض عینه، همچون که شناختن پیامبر فرض عینه بر هر مسلمانی. اما شناختن امامت و غیر امامت هیچ محلی از اعراب نداره، دروغی بیش نیست. شناختن تاریخ خوبه، شناختن بزرگان خوبه، لیکن این که از دین باشه دروغ محضه، افترای محضه. امامی که بودی تابع دین شده اکنون خدا و اصل آیین، به دست مفتخران اهل بدعت امامت گشت اصل این زلالت. اگر دانا قلوب را فاش کردی 200 عالم نما پرخاش کردی. خدا این دانا رحمت کنه که این شعر گفته استاد بزرگوارمون علامه برقعی، نوه 30 امام رضا. امروز دین به چنان غربتی افتاده که ما میگیم ائمه اهل بیت همه اهل سنت بودن، شیعیان تعجب میکنن، اصلا باورشون نمیشه. در شر بهترین سخن خداوند به من و شما توفیق داد، رسیدیم به آیه 20 از سوره یوسف علیه و نبینا السلام. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. چه اخوان بدیدند آن ماه نو که در نزد آن کاروان بود گرو. به اندک بهایش بفروختند که خود دل به یوسف نمی سوختند. به مصرش بیاورد آن کاروان خریدار او شد عزیز آن زمان. چو سلطان بدیدش زبان برگشود زن خیشتن را سفارش نمود. به گفتا گرامی بدار این غلام برو کن مدارا کمال و تمام. که شاید به ما آورد نفع پیش بخوانیم او را چو فرزند خویش. به یوسف بدادیم بس اقتدار که تفسیر رویا کند آشکار. که یزدان بر اعمال خود غالب است تواناست بر هرچه بگذاشت دست. ولی اکثر خلق آگه نیند
که در غفلت خیشتن میزیند. و شراه بثمن بخس دراهم معدوده، با قیمت اندکی درهمای معدودی اونو خریدن. چرا قیمت بی ارزش، قیمت اندک؟ برکه مخفیش کرده بودن به عنوان یک کالا، به اصطلاح به عنوان یک قاچاق. به اصطلاح امروز قاچاق کسی علنی نمیفروشه و اینو در عربی به اسمش لقیته. شما یک چیزی رو پیدا میکنید، یک انسانی رو پیدا میکنید. در اون زمان که بردگی و غیر بردگی بود، انسانی که شما پیدا کردی حکمش اینه که انسان آزادیه، نباید بفروشیش، حق بردگیشو ندارید. یه انسان راه گم کرده، یه انسان به هر نحوی، وقتی که اونو فروختن، این مخالف قانون زمان بود، قانون عمومی، و لذا میخواستند هرچی زودتر با هر قیمتی که شده ازش خلاص بشن تا مسئولیتش به دوششون نباشه. مثل هر قاچاقی که میفروشن. شما وقتی کالای قاچاق دارید، خدا نکرده، اگرچه هر قاچاقی حرام نیست، قاچاق غیر از حرامه، و اون چرا که رژیم به عنوان قاچاق اعلام میکنه ارزش قانونی نداره، ارزش دینی نداره، برای که مناطق سنی نشین رو میخواد به فقر مطلق گرفتار کنه، همین چیز قاچاق کرده، چه در کردستان چه در بلوچستان. به هر حال شما وقتی یه کالای غیر قانونی داشته باشی، هر چه زودتر میخواید ازش خلاص بشید. اینجا هم با این کاروان این اتفاق افتاد. دراهم معدوده، درهم ها قابل شمارش بود، بلکه اندکه. اگه، یا به عبارت دیگه، اگه اندک باشه زمان قدیم میشمردنش، اگر زیاد می بود وزنش میکردن. شرو، اینجا شرو به معنی فروختنه، برای این کلمه به هر دو معنا میاد. شرا به معنی باع هم میاد و در عین حال به معنی اشترا هم میاد، بستگی به سیاق داره. مثلا در سوره بقره جزئی از آیه 207 میخونیم: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. از انسان ها کسانی هستند که خودشون را میخرند، خودشون را با خدا معامله میکنند، میخرند به خاطر رضای خداوند. جانش مالش در راه خداست و قراردادش، کنترکتش شهادتینه. همین شهادتین شیعه اولین چیزی که خراب کرده همین شهادتینه، با یک علی ولی الله که اضافه کرده، هر دو رو زده کنار، علی رو نشونده، لیکن عوام نمیدونند. مولایان شیعه میدونند، عالمان شیعه میدونند، ولذا میگیم حکم عالمانشون کفر صریحه، حکم عوامشون جهل صریحه، باید آگاهشون کرد. بجای که تکفیرشون کنیم میگیم نه این نمیدونه، بیچاره بدبخته، بده اسلام رو یادش بدیم بهتره. اما برو TNT بذار منفجر کن، این کار احمقانه، اگرچه کار خودشونه. همچنان که امام رضا رو منفجر کردن، همچنان که عسکریین منفجر کردن. روش همیشگی تشیع همین بوده و همین خواهد بود، مگر اینکه هدایت بشند. مقصود که من یشری نفسه اینجا معنی کسی که خودش رو به خدا فروخته، یعنی اینجا شراب معنی فروختنه. و در سوره توبه آیه 111 هم گذاشت با ما: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. خداوند از مؤمنین خودشون رو خریده، انفسهم و اموالهم، خودشون را و اموالشون را. خداوند از من شما خریده. چطور؟ در مقابل چی؟ چطورش؟ با رسالته، با امامت نیست. امامت دروغی بیش نیست.
امامت افترایی بیش نیست. هیچ کدوم از اهل بیت به امامت معتقد نبودند. هر چی بهتون گفتن دروغ گفتند. شیعیان محترم، بیدار باشید از این خواب عمیق، از این خواب گران بیدار بشید. فریب امامه های بزرگ و شکم های بزرگ و کلمات گلم بسلام بی اینو آنو نخورید. خداوند خریده از مؤمنان نفس هاشون و اموالشون در مقابل چی؟ بأن لهم الجنه، در مقابل بهشت. و چون وعدی هم در تورات و هم در انجیل و هم در قرآن. و غالبا در قرآن بذل مال و قبل از بذل نفس میاره. بخصوص 8 آیه وجود داره که بذل مال با بذل نفس همراهه، لیکن مالو از نفس مقدم میدونه، برای که آسانتره. شما اینکه مالو خرج کنی آسانتره از که خودتو به کشتن بدی. و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم، آیه 20 سوره توبه، راجب مؤمنان، راجب اصحاب محمد، همینایی که شیعه کافرشو میدونه. میفرماد که هر جا کلمه مؤمنان اومد اولین خطابش اصحاب محمده. و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم، در راه خدا با اموالشون و نفسهاشون جهاد کردن. و بذل مال رو قبل از بذل نفس ذکر کرده. اهل علم میگن بر اینکه بذل مال آسان تره، بذل نفس خیلی سخت تره، جز در یک آیه. در یک آیه نفس و بر مال مقدم دونسته. و اونم در آیه‌ای که قرارداد با خداونده. اینجا اهم ذکر کرده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خداوند از مؤمن، همین آیه‌ای که چند لحظه قبل خونده شد، از مؤمنان خریده نفسهاشون و اموالشون. همه جا اموال رو قبل ذکر میکنه، اینجا نفسو. در این آیه شریفه که در صدد شرحش هستیم، و شروه بثمن بخس دراهم معدوده و كانوا فيه من الزاهدین. با گویا که زاهد یعنی بیمیل بودن، بی رغبت بودن. چرا؟ از یوسف بهتر در دنیا، بلکه حقیقتشو نشناختن. نمیدونستند که این طفل ماهرخ، این کودک که اینو با یه قیمت بی ارزش میفروشن، این فردای پیغمبر میشه، یک پیغمبر بزرگ، یک حاکم بزرگ هم میشه، حاکم مصر میشه. اینو نمیدونستن. انسان بزرگترین دشمنش جهل، نادانیه. ولذا انسان شأن کودکانو ناچیز نشماره. کودکانی که من شما بیونیم مسخرهشو نکنیم. شما نمیدونید که این کودک فردا چه میشه. امروز پیش تو بی ارزشه، فردا میبینی که یک رهبر بزرگ شد، یک مصلح اجتماعی شد، یک عالم بزرگ شد، یک فیلسوف شد، یک دعوتگر بزرگ شد. شما نمیدونید. خداوند چه نقشه‌ای داره فقط اون میدونه. و شروه بثمن بخس دراهم معدوده و كانوا فيه من الزاهدین. خب ما که میدونیم اونو نخریدن، اونو پیدا کردن، با اون یک اصطلاح لقید، گم شده. لیکن همچون که عرض شد کلمه شرا هم بر خرید و هم بر فروش به هر دو اطلاق میشه. و در اون زمان بردگان با نقد خرید فروش می شدن، با مال نقد و به ثمن بخس یا ثمن ناقص بی ارزش.
این بی ارزشی یا در کمه یا در کیفه. مثلا قیمتی یه چیز 100 درهمه، شما میدی به 20 درهم، این ناچیزه دیگه. و یه برده در عمر یوسف مثلا قیمتشو به نقد میپرداختن و با این حال با یه قیمت ناچیز. این ناچیزی چه از نظر کم باشه چه از نظر کیف. لیکن خداوند میخواد بیشتر توضیح بده. دراهم معدوده و کانوا فیه من الزاهدین. اینجا زهد به معنای اینه که به قیمتی که فروختن همچین ارزشی قائل نشدن، میترسیدن که پدرش پیدا بشه یا صاحبش پیدا بشه. گویا که در نفس خودشون میگفتن هرچی باد آورده رو باد میبرد، هرچی ما که پولی ندادیم مفت گیرمون اومده، هرچی به دست بیاریم خوبه، دنبال پولن. زر را نابود میباید کرد که این زر پلید مؤمن 100 ساله را یک روزه کافر میکند. همه فسادهای دنیا رو ببینید، پشت سرش پول و زن. ولذا انگلیسا عاجز مونده بودند راجع به جمال الدین افغانی، خدا رحمتش کنه، که گفت فریب این دو چیز رو نمیخوره، نه فریب زن نه فریب مال. و سیاست رسمیشون اینجا و در دنیا همیشه اینطوریه، نه فقط انگلیسا، همه دستگاه های اطلاعاتی دنیا. و اما امام ابن کثیر رحمت الله تعالی علیه میگه که برادرانش او رو به قیمت اندکی فروختن، میخواستن ازش خلاص بشن. این قول مجاهد و اکرمه هم هستش. و رغبتی بهش نداشتن، حتی اگه مجانی هم میخواستن بهش میدادن، چون میخوان از یوسف خلاص بشن. ابن عباس، مجاهد، ضحاک میگن که اینجا ضمیر و شروحو باز میگرده به برادران یوسف. اما قتاده، اینا همه از مفسران بزرگن، نظرش اینه که نه، به کاروان باز میگرده، به سیاره. و امام ابن کثیر قول اولو ترجیح میده که نه، اینا به ضمیر به برادران یوسف باز میگرده. اونا بودند که از زاهدان در یوسف بودند، بی رغبت به یوسف بودند. و استدلالش اینه که برادرانش میخوان ازش خلاص بشن، اما قافله نه، بلکه قافله مژده دادن و با اون یک کالا مخفیش کردن. و اگر بی رغبت بودن نمیخریدند ازش. ولذا ترجیح میده که این ضمیر به برادران یوسف باز میگرده. اما راجع به ثمن بخس، این کلمه بخس هم به حرام گفته میشه، هم به ظلم گفته میشه، و اینجا هر دو ممکنه باشه. لیکن اینجا مقصود چیه؟ بلکه اینو هر کسی میدونه که پول یک انسان آزاده حرامه، بی معنی خرید فروش بشه. بلکه اولا یوسف یه پیغمبر، ابن خلیل الرحمانه، ابن کریم نوای خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلامه. ورسه مقصود بحث اینجا پول ناچیزه، پول بی ارزشه، نه پول حرام. و همچنان که امام سعدی میفرماید، سعدی مفسر، چون اون برادران یوسف قصدشون این بود که او از جلوشون دور بشه، از پیش پدر دور بشه، نمیخواستن، دنبال پول نبودن، میخوان به هر نحوی شده ازش خلاص بشن. و کاروان میخواست اینو پنهان کنه. وقتی برادرانش اومدن به زعم خودشون این بردهشونه که فرار کرده، از کاروان ازشون خرید و بعد هم خرید فروش تمام شد. حضرت عبدالله ابن مسعود میگه که اونو به 20 درهم فروختن. ابن عباس هم همین حرف میزنه
بس دیگه میگن که نه این همین 20 درهم خودشون 10 نفرن بین خودشون تقسیم کردن، هر کدوم 2 درهم. مجاهد میگه 22 درهم مهم نیست اینا، بعضیا میگن 40 درهم. اینا هیچ کدومش مهم نیست. مهم اینه که یوسف گرانقدر رو ببین که به چه سرنوشتی دوچار شده و حکمت خدا رو در اینجا ببینید، دست خدا رو که از ته چاه میبردش به ماه. هر کسی در هر مصیبتی هست به خداش عصبانی نشه. و کان فیه من الزاهدین یه معنای دیگری هم میتونه داشته باشه. زاهد در حسنش بودن، در جمالش بودن، برای خداوند نصف زیبایی دنیا رو به یوسف داده و اونها چون چیز رو ارزش نذاشتن. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بریم سراغ کلیپ هاتون. انشاءالله که آیه 21 فردا اگه خدا عمری داد ادامه بدیم. با توجه به قانونی که طالبان گذاشتن هفته وحشت بر مولا نمایان منافق مبارک باد. این از برادران کرد که ادامش کردند. خدایا خامنه‌ای و انصارش را به همین روز گرفتار کن. حتی نذاشتن چشمان به جنازش بیفته. خدایا انتقام اینها را در همین دنیا از خامنه‌ای و اجامرش بگیر و چشم مظلومان را سرد بفرما. اهل سنت ایران قبل از انقلاب سیاه خمینی در کنار سایر ادیان و مذاهب زندگی مسالمت آمیزی داشت، با وجودی که هیچ چیزی از وحدت شیعه و سنی نبود. بله، از وحدت شیعه و سنی نبود. یه سنی اعدام نشد. وحدت شیعه و سنی که اومد به دست این منافقان ولایت تراش ملعون، صدها نفر عالم اهل سنت اعدام شده. باز هم این دو مذهب در کنار هم
زندگی مسالمت آمیزی داشتند. با تغییر رژیم در کشور کمونیسم، با ایجاد هفته وحدت، شیعه و سنی ببخشید و برادری شیعه و سنی، آتش اختلاف شیعه و سنی چند برابر شد. از این آب گلالود آخوند یعنی به نفع خود ماهی میگیرد. شیعه و اهل سنت در اصول و فروع دین کاملا اختلاف نظر دارد و خیلی فراتر از آن طبق اصول مذهب شیعه اهل سنت کافر و جهنمی هستند. با این حال چگونه میتوان بین کافر و مسلمان رابطه برادری برقرار کرد؟ برای تشیع مجمع الجزایر تناقض‌ها و تضادهاست. خداوند متعال خطاب پیامبرش در سوره کافرون میفرماد: لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تفاوت باورهای شیعه و اهل سنت خواستار یک قانون الهی است که خداوند در سوره کافرون به آن اشاره کرده. آنگونه که خداوند پیامبرش دستور میدهد به کفار بگو من نمیپرستم آنچه را شما میپرستید و شما نمیپرستید آنچه را که من میپرستم. دقیقا خداوند بی همتا تفاوت باور و عقیده پیامبر و کفار را در این آیه آشکارا بیان میکند و در آخر سوره به صراحت میگوید هر کس راه خودش را طی کند لکم دینکم ولی دین. یک سوال و اندکی تفکر: آیا برابری و مساوات اهل سنت و شیعه در تمام امور زیر سلطه ولایت فقیه محسوس می شود؟ آزادی مدارس اساس باورهای اهل سنت با وجود قانون اساسی اجازه شده داده به دروغ. قانون اساسی ایران که به اندازه یک دستمال کاغذی که بینیتون رو پاک میکنید ارزش نداره چون بهش عمل نمیشه. 2. دخالت اهل سنت در امور سیاسی کشور مانند شیعه هرگز. باز این قالتاق ها همه جا برای شیعیان ادعای حقوق میکنن. مسئولیت باورهای اهل سنت مانند شیعه، مجازات قضایی مهم و باورهای اهل سنت. آیا تاکنون قضیه وحدت باعث ارتقا و پیشرفت مذهبی، سیاسی و اجتماعی اهل سنت شده یا خیر؟ فاعتبروا یا اولی الابصار. آقای عیسی طاهری، مدینه منوره، دوشنبه 12 ربیع الاول. خدا به شما خیر بده. سخنان یاسر حبیب به نقش ایران در جنگ داخلی عراق. اگرچه خودش از رژیم ولایت فقیه 100 برابر بدتره. لماذا؟ لأنها حكومة ترى نفسها أولا وقبل كل شيء آخر تريد الحفاظ على نظامها، على هذه الحكومة بذاتها، وإن اقتضى ذلك حتى سفك دماء الشيعة. يشهد الله أنه أحد كبار قادة التيار الصدري في العراق زارني في مكتبي في لندن، المكتب القديم، واجتمع معي، وكان 2 أيضا من الإخوة المؤمنين شاهدين على ذلك، يعني من الإخوة العاملين في المكتب، ونحن في جلسة وصرح لي قال: نحن الصدريين مدعومون من إيران تمدنا بمال وسلاح، ولكننا اكتشفنا بمدينة الصدر ذات مرة واحد، هذا الحكي كان تقريبا سنة 2005 على ما أتذكر أو 2006، اكتشفنا أنه واحد كان راح يفجر نفسه في مدينة الصدر من الوهابيين، من التكفيريين، من تنظيم القاعدة أو من تلك الفلول، ولما لزمناه وحققنا معاه وتتبعنا المسار أنه اكتشفنا أنه أيضا التمويل والسلاح أيضا يأتي من إيران. فيقول: ذهبت أنا واجتمعت مع الرابط بيني وبين ما أتذكر الآن الحرس الثوري أو إحدى الجهات الإيرانية المعروفة، وقلت له: لماذا أنتم تسلحون أعداءنا ويقتلون فينا؟ هكذا تصنعون؟ فيقول ضحك وبكل صراحة قال: ما مضمونه أنه الأمن القومي الإيراني يقتضي ذلك، أنه العراق يظل يعني تظل فيه الحروب الداخلية مشتعلة حتى أمريكا تغرق في العراق ولا تلتفت إلى إيران. القضية هكذا، يعني هؤلاء دينهم السياسة ودينهم كرسيهم، فحكومة إيران لا اعتبار بها. این بیچاره نمیدونه که تشیع امامت کلا سیاست ایجادش کرده. فکر میکنه که علی آباد هم شهریه. حکومت مسلوبة الشرعیه. بله. این حرفا که همه میدونند
42 ساله که گذشته که این سیاست ایران پاش شده. ژنرال جورج کیسی به نقش ایران در انفجار حرمین کاظمین و سامرا اعتراف کرد. البته بنده در همون روز اولش در برنامه ها اعلام کردم و مفصل توضیح دادم اینو. اون زمان در رنگارنگ بودم فکر کنم. When I went into Iraq, we believed that the Iranians had two diametrically opposed goals. One, they wanted a friendly Iraqi government installed, and two, they wanted the U.S. government to fail in its efforts to establish a democratic government inside of Iraq that respected the human rights of all Iraqis. It became clear to us over time that there was an active campaign that leveraged financial support to political organizations, humanitarian support across the south of Iraq, and military support to Shia militia to accomplish these objectives. I got my first indication of Iranian influence in Iraq about 60 days after I arrived. Some of you will recall that in the summer of 2004, coalition and Iraqi forces mounted a significant operation to break the stranglehold of the Sadrist militia on the important Iraqi town of Najaf. We succeeded. And in our review of our actions, we found something that we almost lost in the heat of battle. We found an intercept from a Quds Force operative transmitting directly from the Imam Ali Shrine to Tehran, reporting on the battle. Now, while that was my first indication, it was just the beginning of what became a harbinger of things to come. Our knowledge of what the Iranians were up to grew over time, over the next 18 months, as the Iraqis elected a parliament, developed and ratified a constitution, and elected a government based on that constitution. And throughout that period, we continued to follow their actions, to train and equip the security forces, and to influence the political process in Iraq to include the selection of two Iraqi prime ministers. I will tell you that I didn't grasp the full extent of Iranian activity until after the bombing of the Al-Askari Mosque in February of 2006. Around that time, we began to see some troubling trends. First was that we found a new and very lethal improvised explosive device. And I will tell you, without getting technical, it was clear to us that parts of the IED had to be manufactured precisely. And tools for that didn't exist in Iraq. It could only come from Iran. We had to work our way through the intelligence business. It's one thing to know that Iran is providing material and training. It's quite another to find the people that are conducting that provision of material and training in a city of 8 million people in a country of 27 million people. To do that, we set up an intelligence cell that focused on nothing but determining the impact of malign Iranian influence in Iraq. We also made sure that the new government of Iraq clearly understood what Iran was up to. So in our early days in Iraq, I will tell you that the political influence was very visible, but what was not visible to us in the early days was the military. In fact, we got our first inkling of Iraqi Quds Force influence in Iraq. Iranian Quds Force influence in Iraq, about 35 days after I got there. And some of you will remember in early August of 2004, there was a major battle in Najaf. As we went forward, basically throughout 2005, we were executing the process that had been given to us by the United Nations Security Council. We were to have elections in January 2005 to elect a transitional government, a transitional parliament that would draft a constitution. We would hold a referendum on that constitution in October. And then the Iraqis would conduct a further election in December of 2005 that would elect a government based on that constitution.
So you then had in Iraq a constitutionally elected Iraqi government that would guide the country forward. We saw increased Iranian influence in the election process. Lots of money to Iraqi political parties, lots of humanitarian support in the name of gaining political support. But it wasn't until the summer of 2005 where we began to see increased military support. And at that point, we saw increased Iranian arming of the Shia militia with some improvised explosive devices that were just talked about here earlier. And what we saw was our casualties were going up. So we launched a significant effort to find out where the Iranian operatives were in Iran. Because it's one thing to be able to say, yes, there's political influence, yes, there's economic influence, but to tell me where the Quds Force operative is, at what time, in what place, on what floor in the apartment building so that they can be attacked is quite another thing. So we began a significant intelligence gathering process that would allow us to target the Iranian groups. Let me talk just a second about these improvised explosive devices. They're called explosively formed penetrators. I don't want to get too technical, but they have to be made with machine tools. And that technology was not available in Iraq. They could only come from one place, and that was Iran. And these are designed, the explosives are formed in a way that they shoot a copper charge that goes so fast that it'll actually penetrate the side of a tank. And this was a significant problem for our soldiers and the Iraqi soldiers because their armored vehicles were their best protection against the improvised explosive devices. About 2 months after we started seeing the increase of this, we actually found a cache inside our city. And the cache was full of these, and they were clearly made in Iran. In addition, we found the newest type of rocket-propelled grenade that was also made in Iran. And we found a number of mortar rounds and rockets that were clearly marked with Iranian markings. And we continued over the fall and winter of 2005 to find this type of equipment. Hadi al-Amri was also the head of the Badr Corps, which was a Shia militia tied to the Skiri party now called ISKI. We believe that the Badr Corps was an active militia and was actively out conducting attacks against primarily Sunni civilians. After the elections in 2005, I asked for a meeting with him because I wanted to see if there was any reason that we should try to work with the Badr Corps. And in the course of this meeting, he was sitting directly across the table from me, and I popped the question to him. I looked him right in the eye and said, "Mr. Amri, are you being supported by Iran?" And he stopped. He paused and he went like this. "No." And that told me that he was lying, and it told me that I had nothing left to do with Hadi al-Amri. And the fact that he got into the White House is unbelievable to me. The other element in 2006 that I wanted to mention is we briefed the new incoming Prime Minister Maliki, who you've heard about today. But we showed him what was being done by the Iranians in Iraq. And when I finished the briefing, he looked at me and said, "They are conducting terrorism in my country." And I said, "You're right, Prime Minister, they are, and it needs to stop." We also briefed the Presidency Council and showed them the same thing, and they had a similar reaction. But the answer was there was not the political will by the Iraqis to pressure the Iranians to stop the disruption. All of our hard work on intelligence came to bear fruition right before Christmas of 2006. And we had been tracking some operatives around Baghdad, and we caught 6 of them in what amounted to a safe house. And we thought they were all Quds Force operatives, but the Iranian embassy immediately said that 4 of the operatives were actually
under diplomatic protection because they worked for the embassy. The other two, they couldn't make that argument for, so they hung on to them. But what did we find? First, we found the location we found them was right adjacent to the Badr Corps headquarters. And then they had maps on the wall that clearly showed that they were plotting to push the Sunni population out of the neighborhoods they were in so they could expand the control of the Shia militias across Baghdad. I mean, they had sections of Baghdad marked in different colors and arrows on the maps designating the way for future operations. There was money, there was weapons receipts, there was no question that this was an Iranian-supported operation. As with any good operation, we exploited the information there and were able to continue to put pressure on the Iranian operatives throughout 2007 and gradually reduce the flow of support. Why do I tell you all this? It's some of its ancient history. But I tell you all this because that is how Iran operates. They destabilized Iraq. They used terror as the means of accomplishing their political and ideological objectives. They're a destabilizing force in Iraq, they're a destabilizing force in the region, and it is not a regime that is capable of being a productive member of this world order. And they will not be removed without an effective and active democratic opposition. Thank you very much. بله اینم از این. روز اول مهر رئیسی گفت ما ظرف چند روز آینده اکثر افراد عزیز مردم ما یعنی 70% در واقع میرسیم، یعنی امروز روز شنبه است، فکر میکنیم تا 3-4 روز دیگه میرسیم به 70% واکسیناسیون عمومی. در روز ایرادات این مهملات ما تیم روزانه صبر کردیم تا 3-4 هفته از وعده 3-4 روزه رسیدن به واکسیناسیون 70% بگذره تا ثابت کنیم رئیسی یا درازگوشه یا ما ایرانی‌ها رو درازگوش فرض کرده. حالا 3-4 هفته گذشته و واکسینه شده ها 19 میلیون، یعنی 23% از جمعیت هدف هستن. در همون روز اگه با سرعت افسانه‌ای روزانه 2 میلیون تزریق، یعنی بالاتر از رکورد جهانی هم واکسن می‌زدیم، باز هم نه 3-4 روزه و نه 3-4 هفته‌ای به 70% واکسیناسیون نمی‌رسیدیم. پس رئیسی یا نمیدونه واکسیناسیون چیه، یا نمیدونه 3-4 روز چقدره، یا اصلا نمیدونه 70% یعنی چی. هشتگ رئیس جمهور 6 کلاسی. چرا بهش دکتر میگن آخه؟ 6 کلاسه رو بهش میگن دکتر، چرا آخر؟ أنا أقول الخميني استدرج من قبل القوى العالمية. من میگم که خمینی قدرت های جهانی فریبش دادند. حرفاش خیلی مهمه البته. من حيث لا يشعر. خودش هم نمیدونست. فریبش دادن یعنی دامی براش گذاشتند که خودش نمیدونست. لماذا؟ چرا؟ يعني حتى نبدأ من البداية يعني. تا از ابتدا شروع کنیم. كيف وصلوا إلى هذه الحالة؟ چطور به این حالت رسیدند که الان ما هستیم؟ وكيف تغلغل الوجود الإيراني في هذه الدول العربية؟ چطوری وجود ایرانی در این منطقه مثل غول شده در منطقه عربی؟ ذات السيادة والكرامة والتاريخ. منطقه‌ای که خودش استقلال داشت، تاریخ داره، استقلال داره و وهي بلدان کرامت داره و کشورهای اسلامیه. عندما جاء بالخميني من وقتی که خمینی آورده شد فرنسا إلى إيران، وقتی از فرانسه به ایران آورده شد، كان يتوقع أن هذه الدول تدعمه من الجوانب المعتبرة. فکر میکرد که همین دولت‌هایی که اون آوردند از نواحی متعدد کمکش خواهند کرد. عندهم كالديمقراطية أو حقوق الإنسان، همون چیزایی که پیش خودشون معتبره، مثل چیزایی اسم میبره حقوق انسان و دموکراسی و ما شابه ذلك. شبیه. لكن الموضوع مختلف تماما. لیکن موضوع خیلی متفاوته.
هم مبيتين له أمرا لا يفقهه ولا يعلمه. اونا یه چیزی رو در نظر داشتند که خمینی نه اونو میفهمید و نه فهمشو داشت، نه شعورشو داشت. الخميني رجل لم يدرس التاريخ السياسي أو بس رجل دين. خمینی شخصی که تاریخ سیاست نخونده، دین رو خونده. خاک بسر دینی که خونده، اون دینه. خمینی یه مش گروه خونده. دین کجا و گروه های تصوف و فلسفه و تشیع کجا؟ يعتمد على المسائل الفقهية والشرعية. خمینی مسائل شرعی رو به اصطلاح شیعیان البته خونده. لكن هناك تخطيط مبيت. لیکن اونجا یه برنامه ریزی هست که ایشون ازش خبر نداشت. یه توطئه دول عالمية كبيرة از طرف قدرت های جهانی تسهر الليالي و که شبها رو زنده نگه می‌دارن بر ریختن این برنامه ها من اجل وجود حالة تفكك هذه الأمة الإسلام. تا حالتی را ایجاد کنند که امت اسلامی را متفرق کنه. این حرف خیلی دقیقه. چطوری با آمدن خمینی ملعون که حرف از وحدت زد دنیای اسلام رو به آتش کشیدن. با اینو که بنده حداقل 20 سال 30 سال دارم تو تلویزیون ها میگم. ووجدوا الوتر الطائفي هو أصلح شيء. دیدند که ساز فرقه گرایی بهترین چیزی برای ایجاد تفرق در میان مسلمانان. و تشیع اصلا برای تفرق ایجاد شده. معنی تشیع یعنی تفرق از روز اول. القوى العالمية عملت على الاصطفاف الطائفي. ولذا نیروهای يعني جهانی أنا أقول نیروهای جهانی هم کوشششون برای ایجاد فرقه گرایی بود. هذا لله وللتاريخ. من اینو به خاطر خدا و تاریخ میگویم. وجدوا أن السنة المسلمين هم يمثلون الدين الصحيح. دیدند که اهل سنت مسلمان نمود دین صحیح هستند. آفرین برای شجاعتش. ولا يستطيعون إيقاف هذا الدين لأنه يستند على أسس حقيقية. و دین اهل سنت رو نمیتونن متوقف کنند چون بر مبنای پایداری تکیه داره وهي القرآن والسنة النبوية الشريفة. که به آیات از نبوی باشه. المذهب الشيعي فيه تداخلات. مذهب شیعی بدعت ها داره، تداخلات متعدد داره. فيه موروث واحنا سابقا موروث يهودي. درش ما قبلا هم گفتیم درش فرهنگ یهودی وجود داره. موروث نصراني. درش فرهنگ عقاید یعنی عقاید یهودی وجود داره، عقاید مسیحی وجود داره. موروث مجوسي. و درش عقاید زردشتی وجود داره. فأرادوا صناعة مختلفة عن الخط السني أو الخط الإسلامي الصحيح فجيء بالخميني. لكن ولذا برای ایجاد این اجازه بدین دوباره السني أو الخط الإسلامي الصحيح فجيء بالخميني لكن الخميني لا يعلم. و برای تفرقه در خط اسلامی درست که اهل سنت باشند خمینی رو آوردند ولی خمینی اینو نمیفهمید. الخميني أول دولة يريد أن يمر من خلالها إلى بعض الدول هي العراق. خمینی دولتی است که از خلال عراق میخواد به جای دیگه برسه. مکه مدینه. لأن نسبة الشيعة في العراق موجودين وتكلموا عن مسائل المظلومية يعني من الدول التي حكمت أو الحكومات التي حكمت العراق مظلومية الشيعة و در عراق هم نسبتی از شیعه وجود داره که راجع به مظلومیت راجع به اینا روی این مسائل انگشت گذاشتن. طقوس الشيعة و شعارهای شیعه. وهذا الترويج يعني مو وليد اليوم إنما أخذ فترة من الزمن من 40 سنة. يعني و 40 سال طول کشید تا به این نقطه رسیدند که شیعیان و عراق هم برانگیزند. العالمية هي التي استخدمت البعد الطائفي. نیروهای قدرت‌های جهانی بودند که از فرقه گرایی سوء استفاده کردند.
وكانت القنطرة أو الطريق لذلك هو الخميني. خمینی و راهش هم پرچمدار این فرقه‌گرایی خمینی بود. خب شهد من اهلها، خدا هر کسی را که حق میگوید توفیق بده. چون این شیعی چون این حقی رو میگه، من از سنی که چاپلوسی میکنه و سنی عقاید اهل سنت رو میفروشه ترجیح میدم. چون این شیعی که پیش خداوند ارزشش بیشتر از یک سنی دین فروشه. بله، شما که به من ایراد میگیرید که خب بریم بقیه کلیپ ها. آقای عبدالله شاهوزهی، شما یک کلیپ فرستادید، شرح ندادی چیه. خواهش میکنم آقای شاهوزهی، شما مدتی با ما هستید، کلیپاتون رو شرح بدید که موضوعش چیه، هم شما و هم بقیه بینندگان. شما مجاهدین صاحب هستین؟ آره خوب هستی؟ بخیر باشی. چی میکنین در کوچه؟ والا اومدیم یک گشتزنی کنیم. گشتزنی کنیم چکر بزنیم. وظیفه تاسین است. اینجا مربوط حوزه چند است؟ اول است، من حوزه اول. آره. چطور است اینجا وضعیت منطقه؟ والا وضعیت منطقه خوب است دیگه. اولای دولت است، باید مردم تحمل کنند تا که رو به ترقی و پیشرفت شیم. کلی ما دست به دست هم بدیم، تجارا و دکاندارا و کلی، هر آدم همه قسوت داره که قد یک نفر همسایه خود کمک کنه. این خونه میشه که مثلا کلی مشکل به گردن امارت بندازه که کار امارت است. مثلا دمو دولتی که مثلا جوړم بود، کلی جامعه جهانی هم کمک میکرد، هیچ چیز نبود. مردم نمی غریب زیاد بود، دزدی و هر چیز بود. الان مثلا هم مردم که یک چق میزد میگفت صلح باشه، یک گل نون باشه. ول خام یک گل نون خو میرسه، امنیت خو هست دیگه. چیزا روز به روز سم میشه. خودت خو نمیشه که مثلا یک به یکی دمو دولت جور 8 ماه انتخابات معلوم نبود، نون نبود، انتخابات معلوم نبود، دزدی بود، هم نون نداشتی هم سرت در خطر بود. ولی لااقل اگه نون نداری سرت خدا امن است. بشک امنیت خوب است، امنیت خوب است، اما میگن که نان نیست. میشه ولی اگه این کاکا ببین، این کاکا مثلا یا بر یک دیگه کاکا یا بر یک تجار یا بر یک دکاندار، اگه 2 نفر از جلال آباد یا از پاکستان یا از قندار مهمان ساعت 10 شب برسه تا 12 شب همه چیز برش آماده میشه، ولی خانه یک فقیر دونون کمک کردن نمیتونه. هر کسی همه قصد داره که یک نفر دیگر کمک کنه. من که 16 سال میشه مبارزه میکنم، نه ماش دارم، نه دزدی کردم، نه راه گرفتم. خدا روزی مرا رسانده، در اخلاص بودم. الله اکبر، الله اکبر. 16 سال کار میکنه، معاش نگرفته. به این خاطر خدا بهشون پیروزی داده. مردم اخلاص نداره. در شب همه چیز برای این کاکا ببین، این کاکا مثلا یا بر یک دیگه کاکا یا بر یک تجار یا بر یک دکاندار، اگه 2 نفر از جلال آباد یا از پاکستان یا از قندار مهمان ساعت 10 شب برسه تا 12 شب همه چیز برش. آقا 16 سال جهاد میکنه، جونشو در کف دستش گذاشته، حقوق نگرفته. اون موقع دعوتگران رو ببینی که تو تلویزیون ها چکار میکنن. یکی حقوقش 20,000 درهم، 25,000 درهم. وقتی که به 17,000 درهم نازلش کردن، آقا ناراحته، عقیل خان ناراحته. این مصیبت اینجاست. ولذا یکی از معیارها در دعوت اینه هر کسی را دیدید که برای پول کار میکنه اون کارمنده. صداقت در دعوتگری اینه که شما پول نخواهید، فی سبیل الله کار کنید. آقا جونشو در کف دستش گذاشته، 16 ساله. ما دعوتگری که پشت تلویزیون ها نشستیم و شب روز مردم مشغول نگه داشتیم، در مقابل اینا باید خجالت بکشیم، ازشون اخلاص یاد بگیریم، ازشون فداکاری یاد بگیریم. آماده میشه، ولی خانه یک فقیر دونون کمک کردن نمیتونه. هر کسی همه قصد داره که یک نفر دیگر کمک کنه. من که 16 سال میشه مبارزه میکنم، نه ماش دارم، نه دزدی کردم، نه راه گرفتم. خدا روزی مرا رسانده، در اخلاص بودم. دعوتگران بشنوید، یاد بگیرید، از دیگران یاد بگیرید. مردم اخلاص نداره. مردم وقتی اخلاص کنه
تو در فرق یک نفر کمک کو خداوند 5000 قد تو کمک میکنه. خیلی تو وقتی قد مردم کمک نکنی عجیب غریب عجیب مسکین عجیب دیگه دی یک امیوارد خود تجارا قیمت کرد روغن خود تجار قیمت کرد این خو از خارج همیت قیمت نامده یا 6 ماه پیش 7 ماه پیش همه چیز کل گره ذخیره کرده بودن منتظر همیت روز بودن که تو باش چیز در افغانستان یک تحولات و یک چیزی بیاید ما همی چیز قیمت کنیم 6 ماه پیش وارد برازی در 1000 این اسمش احتکاره. پیامبر فرموده که محتکر ملعونه، کسی جنسی رو نگه داره تا قیمتش بره از بازار جمع کنه تا قیمتش بره بالا. 200 افغانی افتاده بود همو وارد اید 2000 ده 4000 ده 5000 میدن. بخیر باشه. راستی گپ دقیق. یک چیز دیگه گفتی ما چند سال از گفتیم مبارزه 16 سال 16 سال گفتی روزی من خدا میرسانه. چه قسم؟ یک قسمش میرسانه. ببین اصحاب کف 310 سال یا 315 سال خداوند جل جلاله یارو در کو در خواب فرو برد یا با اخلاص بود. وقتی اخلاص داشته باشی خداوند جل جلاله ببین اینوس علیه السلام در شکم ماهی روزی الله اکبر الله اکبر الله اکبر. آن کس که دندان دهد نان دهد نداد. ابراهیم علیه السلام از آتش نمرود نجات نداد. از آتش کس نجات پیدا میکنه؟ چرا ابراهیم خلیل الله را خود اخلاص بود؟ اخلاص بود اما ما تا او فرق نمیکنیم. هیچ فرق نمیکنیم. اگر تو در این زمانه در این حال زمانه همون چیزی که صحابه و پیغمبرها سر خود تطبیق کرده بود در این زمانه تو همون چیز سر خود تطبیق کنی از صحابه قدر بهتر استی. الله. چون ما پیغمبر دیده بود ایمان آورده بود ما نادیده ایمان آورده. الله. بسیار زیاد تشکر. این عبارت درست نیست. این عبارت باید بهتر میگفت. از صحابه کسی نمیتونه بهتر باشه، لیکن مقصود این نیست. الان کسانی را که الان دینو نگه میدارن پیامبر فرموده احبابی، دوستان من حبیبان من. وقت تا نمیگیرم فقط اطمینان بده که والا این وضعیت خوب میشه نان پیدا میشه میشه. چه وضعیت در چه خوب میشه که تجار امارت اسلامی مولای مسجد رئیس قریه ایتا نکنه که مثلا واس کمک باید و ما به رئیس قریه تحویل بدیم رئیس قریه پک و پامیل خود در لیست بگیره غریبا رو فراموش کنه. کمک های که آمده سر از چی پلان گرفته؟ سر از پلان گرفته که همون مردمی که مثلا مستحق کمکش انشالله امارت اسلامی کوچه در کوچه میگرده هر آدمی که مستحق همون چیز باشه به همون میرسه. والا توضیح نکرد. نه دیگه ایتا نمیشه مثل قبلا وری که به رئیس قریه و با وکیل تحویل بده وکیل پک و پامیل خود بگیره غریبا زیادش بره. ای خدایا مخلصان را کمک کن هر جا که هستند. آقای محمد افغان علیکم السلام رحمت الله. بعد از سلام آدم نمیدونم چرا استاد سادات در طول 20 سال 30 سال در حوزه کشور اندیشه فکرش تغییر نکرده و بدعت ها را ترویج میدهد. یعنی چه بدعتی رو ترجیح میده؟ چون که ضد بدعت هاست. چه بدعتی را استاد سادات ترجیح داده؟ مناسبت میلاد النبی اینکه فیسبوک پیش من در لپتاپ با خدا کنه باز بشه مثل که داره باز میشه. الحمد لله رب العالمین. ازم این 1 ساعت 53 دقیقه مگه میتونم من 1 ساعت 53 دقیقه گوش کنم؟ چرا به حرفام توجه نمی کنی؟ نواری را کلیپی را که شما میخواهید بنده رأی بدم یا ردش کنم یا تاییدش کنم اونو اولا اون نقطه رو که میخوای جدا کن. آخه چطور من 1 ساعت 53 دقیقه بنشینم گوش کنم؟ معقوله هم چیزی؟ شما هم فکری نمی کنید؟ ثانیاً جملاتشو بنویس مثل آقای هدایت شده هیئتی هر شب غالباً کلیپ میفرسته 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه مطلبشو نوشته من به سرعت هم میخونمش.
راهش اینه. اما 1 ساعت 53 دقیقه 2 ساعت تقریبا من این برنامه رو اختصاص بدم به 2 ساعت. شما که یه سوال کردید معقوله چون چیزی؟ اون چرا که من میدونم استاد سادات اهل بدعت نیست. آقای سید شهاب محمودی 2 دقیقه. پیام جالب طالبان به مولوی مجیب الرحمن انصاری. آفرین بر شما، خدا خیرتون بده. که دیگر باید ایرانی در داخل افغانستان گرفتار نشه. بندهای خود ما تکونیم. پروژه هایی که در این وطن تیر میشه باید ایدار تیر شه. از اینا دفاع میکنه. از این پروژه ها که تیر شد ولی مردم افغان ران پیدا میشه. سطح تحریم مردم افغانستان کوشش میکنه که بلند داره. فحشا و منکرات در داخل وطن نباشه. این چیزی که ما میگیم ما پخته میگیم، ما خیالی نمیگیم. مثل که آقای انصاری که در داخل چی بیرق بالا کرده، ولی بیرق تو 18 سال پیش بالا میگه. شور فساد و فتنه در روز اول آمریکایی‌ها در اینجا بود که اسماعیل خان هم فساد میکرد، بچیش هم فساد میکرد، انصاری هم اونجا پیش میسسته بود. امروز چطور آمد؟ امروز چی میکنن؟ امروز فقط به خاطر ایرانی‌ها یک ارهجمنج داخلی وطن وجود داره. من حرفاشو به درستی متوجه نمیشم. این کارا که میکنه؟ اسماعیل خان میکنه به خاطر منافق بود که کسی دولت آمریکا یا دولتی که دستمزد آمریکا داخل وطن است صدا برای من نگرد تو 5 میلیون دلار بیار خرید برای استاد عطا نگه که بیار پیسه، برای دکتر عبدالله نگه که پیسه بیار، برای آقای فوچای فهیم نگه که بیار پیسه. یک راجب جمجا مردم مذهبی هستن، اینا اسلام میخوان. شرعاً در شریعت اسلامی تا مادامی که قدرت نظامی سلطه تسلط کسی داشته نباشه اونجا حدود اسلامی جاری کردن نمیدن. آره چطور حدود اسلامی جاری میکنید؟ یعنی این شرعاً نارواست. اگه این کار ما امروز بگیم توان از این داریم، امروز با دولت اعلام بکنیم پشت از کو دیگه میره. این کار کرده میتونه. اما این که جواب یک پلیس نداره. جواب یک پلیس نداره، یک چپلاخ طاقت از اون نداره. تو چطور حدود جاری؟ یک چیزه این دستور. این به خود یک انگیزی است. انگیزی است که از طرف ایران بدنازده میشه. این همه دستاندازی ها، این همه اختلافات، این همه کشمکش‌ها که در داخل وطن به خاطر منافع خود ایران میکنه و منافع این برنامه که داخل وطن ایران تامین میکنه. اگه اسماعیل خانو بگه که منافع ایران بله، ولی مولانا مجیب الرحمن نه. مولانا مجیب الرحمن کجا و ایران کجا؟ با پیسه خود بازار قوت دنیوی که دارن در داخل افغانستان زندگی کنن. خودشان دیوارای سیمنتی ولی خونه خود جور کردن. مردم افغانستان داخل دوزی میشن، غارت میشن، مولایشون برده میشه کسی وارد خانه. متاسفانه من لهجه ایشون رو زیاد متوجه نمیشدم، صداش هم خیلی واضح نبود و شما کاش که این مطلب رو پیاده کن ببین برای بنده که ایشون جوابش به آقای مجیب الرحمن چیه، به مولانا مجیب الرحمن. آقای سید شهاب محمودی خواهش میکنم حرفای ایشون رو پیاده کن. یعنی چی؟ یعنی بنویس که چه گفته. آقای محمد زاهد جناب شیخ، این شخص به نام منان نیازی است که موضوع رژیم سابق بود ولی خود را طالب می نامند و به دست طالبان کشته شد. کدوم شخص؟ این شخصی که شما عکساشو گذاشتید یا اونی که داشت حرف میزد؟ جناب شیخ، چنانچه گفته میشد تحرکات داعش علیه شیعیان به نفع جبهه مقاومت است. چه جبهه مقاومتی؟ جبهه مزدوران مقاومت نما. روز تعدادی از گروه های مسلح شیعه که اکثریتشان به حمایت از فاطمیون متهم بودند حالا مسلح شده حمایتشان را از جبهه مقاومت اعلام کردند. هدف این تفجیرات همینه و داعش همین کارا رو میکنه تا مردم به طرف مقاومت یا به اصطلاح بر ضد طالبان، ولی انشاءالله شکست میخوره. اما آیا شیعیان حمایتشون از جبهه مقاومت اعلام کردن؟
دلیل شما چیه بر این موضوع آقای محمد زاهد؟ همین که در مورد مجیب الرحمن سخن میگفت، این شخص به نام منان نیازی است که موضوع رژیم سابق بود ولی خود را طالب مینامید و به دست طالبان کشته شد. خب وقتی کشته شده چطور جواب مجیب الرحمن میده؟ مجیب الرحمن که الان طالبان رو نصیحت کرده، نکنه جواب پیام سابقش رو میده. خواهش میکنم مطلبی که مینویسید واضح بنویسید که دیگه نیاز به پرسجو نباشه. استاد سادات روز گذشته این مناسبت میلاد را یک برنامه خاص گرفته بود. برنامه گرفتم که اشکالی نداره. بنده 2 هفته 3 هفته راجع به همین موضوع حرف میزنم در خطبه‌های جمعه. دقت میکنی؟ این که اشکالی نداره. برنامه رو اختصاص دادن به این موضوع، مردم رو روشن کردن. این که دلیل بر جشن میلاد نیست، دلیل بر تاییدش نیست. طالبان 2 ماه قبل نیستند. مولوی عارفی. خطاب به مجاهدین امارات اسلامی مولانا محمد زکریا فائز. خطاب شما مجاهدین دیروز نیستید، طی درست 2 ماه تغییر کرده. آقا عجله نکنید، به نه فرصت بدید. خب حرام اینجوری برخورد کردن. دولتداری که یک آشپزخونه نیست که. مجاهدین امارت اسلامی، برادران ما، مسئولین ما، همه این 5 دقیقه اگرچه من ایشون رو نمیشناسم، مجاهدین امارت اسلامی، برادران ما، مسئولین ما، همه این نکته را حاج مولانا محمد زکریا فائز. ایشون مال کجاست و منهجش چیه؟ خودش مال کجاست و منهجش چیه؟ مقلد غیر مقلد، اهل حدیث، صوفی، طالبانی، منهجش چیه؟ باید بدانند که در این میدان از شماها شکایت های زیادی میرسد. بعد از به قدرت رسیدن و تصاحب لجام حاکمیت قدرت، برای فعلا شما اون مجاهدین منکسر و متواضع ژولیده موی شکم گرسنه بدن برهنه که در دامنه ها و در کوه ها و دره ها زندگی می کردین، نان برای خوردن نداشتین و لباس برای پوشیدن نداشتین، حالا اون مجاهدین نیستین. فکر نمی کنید که این حکم سریعی باشه، این حکم عجولانه باشه؟ همین الان در همین لحظه، چند لحظه قبل، سربازی را از طالبان دیدید که گفت من 16 سال حقوق نگرفتم. یعنی عجلت من الشیطان، عجله از شیطانه. حکومت کار ساده ای نیست. حداقل 1 سال به شما مجال بدید، حداقلش اینه. زود قضاوت نکنید. اگر منکری انسان دید، بله اون منکر رو بگه، اما کلیگویی ها به چی درد میخوره؟ بریم جلوتر رو ببینیم. شما در برابر برادران مسلمانتان، در برابر ملت مظلوم مسلمانتان تکبر میکنین، از ره غلظت و خشونت پیش می آیند و پیشروی میکنین. این برادران مسلمان کیان؟ در برابر برادر مسلمانت سلا بلند میکنی و صدا بلند میکنی. اینا احساسات عواطفه به نظرم. اگه مدرکی می داشت، اگر دلیلی می داشت، بله. سلام استاد، من دختر هستم و دوست دارم قرآن رو حفظ کنم و در مسجد مکی درس حفظ بخونم. پدرم اجازه نمیده ولی میذاره درس دولتی بخونم. اگه فرصتی پیش بیاد میتونم برم بدون اجازه پدرم برم؟
درس دین فرض عینه، درس دین، تعلیم دین فرض عینه. در تعلیم قرآن اجازه پدر ضروری نیست و چون این پدری که شما رو به مدارس دولتی اجازه میده اما به حفظ قرآن اجازه نمیده، این پدر، ببخشید کلمه رو به کار میبرم، ناخلفیه، انسان درستی نیست. ایشون باید شما رو، پدرها باید فرزندان شما تشویق کنند به فراگیری علوم دینی، نه اینکه منعشون بکنند. منع کردن تعلیم قرآن از گناهان کبیره. به پدرتون بگین که از خدا بترسه. آقای هدایت شده هیئتی. خمینی چون انسان لجوجیه که حتی به کفر خودش هم اصرار داره. خمینی از بس که انسان متکبر و خودخواه و لجوجیه و تکبر در لباس دین خیلی پوشیده. اگر کسی بخواد متکبران در لباس دین رو بشناسه، احیای علوم دین غزالی رو بخونه یا حداقل مختصرش رو بخونه که از خود احیا بهتره. احادیث ضعیف شو برداشته. بکنم اسمش منهاج القاصدین باشه، یا منهاج القاصدین ابن قیم جوزی رو بخونه. در این لحظه اسم مختصرش یادم رفت. بله. بشنویم خمینی متکبر رو. خندای درباری میگن که قرآنی گفته است که پیغمبر نتوانست. بله من عرض. خب ببینید خودش جاشو گم کرده. مولای درباری، خب خود دربار داری که دربارت از دربار دیگران خیلی بدتره. قبرت بتخانه شده. دربار تو چونین درباری بود که تو رو دستاتو گذاشتی دراز کردی مردم بیاد بلیسن. جنایت هایی رو که انجام دادید فرعون انجام نداده. یعنی تو خود دربارید، با دیگران میگی درباری، چلوصافی با آفتابه میگه دو سوراخه. این یک راجب درباری بودنش. جالب اینجاست که مولایان شیعه فریبکار و دغلکارشون علمای اهل سنت را به درباری بودن متهم میکنند، لیکن وقتی خودشون به حکومت میاد حکومت عبادت میکنند. همین آقا میگه که راجع به حفظ حکومت میتونه ببخشید میتونه دزدی کنه، میتونه دروغ بگه، میتونه جاسوسی بکنه، میتونه زنا بکنه، میتونه شراب بکنه، هیچ حرمتی رو نگذاشته. میتونه حکم خدا رو تغییر بده، توحید خدا رو تغییر بده. کفر بالاتر از این، شرک بالاتر از این، غلو بالاتر از این. اما اینا میاد به اهل سنت میگن که شما درباری هستی. این برای فریب شیعیانه. بریم جلوتر. نتوانست. بله من عرض میکنم پیغمبر نتوانست. اگر توانسته بود تو آخوند درباری حالا نبودی. استدلالشو نگاه کن. بر کفری که میگه که پیغمبر رو ناتوان جلوه میده، خداوند میگه که دینشو کامل کرده. موفق ترین فرد بشر در طول تاریخ بشریت را ناتوان جلوه میده. کافران قبل از مسلمانان کتاب نوشتن. 100 نفر اول جهان یه مسیحی کتاب نوشته، اولش محمد صلی الله علیه و سلم گذاشته. این کوردل سیاه روی سیاه دل میگه نه پیغمبر ناتوان بوده. چرا ناتوان بوده؟ دولت تشکیل داده، دشمنانشو معاف کرده، جامعه رو خواسته خودش تشکیل داده، 23 سال فرمان خدا رو به مردم رسونده. در چی ناتوان بوده؟ در به معدل هر 50 جهاد خودش شرکت کرده. تو یه جهاد شرکت کردید؟ نشستی تو جماران روزه خوندید، پیامبر دندان مبارکش شکسته، پاهاش خونین شده، در 50 جنگ شرکت داشته. اون ناتوان بوده، تو توانایید؟ دجال، کذاب. همه میبینیم که در زمان پیغمبر وضع جوری بود که پیغمبر حتی
احکامی که میخواست بگد تغییر میکرد حضرت. اعوذ بالله، اعوذ بالله. این کفر جدیدی. پیغمبری که تک تنها بلند شده، چهره جامعه رو تغییر داده، در مکه مکرمه که تنهاست تغییر نمیکنه، 3 سال در شب ابی طالب میمونه، یارانش رو اذیت میکنن، یارانش هجرت میکنن، حاضر نیست تغییر بکنه. اون موقع 100,000 نفر شمشیرزن جان و مالشون رو فداش میکنن، در مقابلشون تغییر میکنه. من چرا میگم که این منافقان مدعی تشیع دلهاشون چپه، به تعبیر پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم که الکوز المجخیه، یک کوزه که آب چپه بذارید آب درش میمونه، اینا قلباشون چپه، روشن و تاریک میبینن، تاریک و روشن میبینن. پیامبر در مقابل یارانش تقیه میکنه. خداوند انسان ترسو پیامبر انتخاب میکنه. اینه برداشت تشیع از اسلام. در واقع خودشونو اون چرا که خودشون هستن به اسلام نسبت میدن. در واقع تقیه میکنه. همه هم میدونن. دروغ میگی، هیچ که نمیدونه. این پلیدی ها در اذهان پلید شماست و بس. چه اتهامی بالاتر از این بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم؟ ناتوان بودن و ضعیف بودن و تغییر کردن و شجاعترین مرد بشر را، داناترین مرد بشر را. مسائلی که میخواست بگرد به حضرت ملاحظه میکرد که این ادعای توی هندوه. در کجا؟ از کجا شما این حرف میزنید؟ در کجای قرآنی حرف هست؟ این پلیدی ها در روایت های پلیدتر از خود شماست که به اسلام نسبت میدید و ابزار دست یهود و نصارا و زردشتیان شدید. و موفق نشد پیغمبر به اون چیزی که میخواست، اون چیزی که دلخواهش بود موفق نشد. خداوند، این اتهام به خداونده. خداوند فرد ناموفقی رو برای رسالت انتخاب کرده، نه که بهترین فرد باشه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. وانگهی این جفنگیاتی که تو میگی از کجا میگی اینا رو؟ کی گفته؟ تاریخ گفته نیست، دروغ میگی. قرآن گفته نه، سنت گفته نه. یه مش اکاذیب برای خودتون از مجلسی روایت کردید، از خمینی تا کلینی، دل خودتون رو خوش کردید با این اکاذیب. صد بحث کرد، همه چیز گفت، در رسوندن هیچ قصوری نبود. خب پس چی؟ تناقض‌ها رو ببینید. در رسوندن مطلب هیچ قصوری نبود. پس قصور در کجاست؟ خاک بر سر، نمیدونی چی میگید. اما در فهمیدن مردم، آشنا کردن مردم به مسائل، این مسئله نبود که تو فهمیدید تو هندو که زندگی رو زندگی میگید، فارسیت خنده آوره، قابل سخنان مفهومتر از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که بلیغترین فرد بشره. خاک بر سرت با این افکارت. از عهده کسی برات بلغزا میبینید فساد در اون وقت بود و حالا هم هست و تا آخر هم خواهد بود. نه، این جامعه بشریه، جامعه ملائکه نیست. اگر چنین می بود پیامبر، خداوند از یاران پیامبری که پیامبر تربیت کرده اعلان رضایت نمی کرد، وعده بهشت نمی داد که شما اونها رو جهنمی میدونید، توی جهنمی اونها رو جهنمی میدونید. این تصور پیامبر در نزد شیعه. یک انسان شکست خورده، با سلام و عرض ادب. استاد، من در مورد طالبان و مقابلهشون با حجمه سنگین تبلیغات در عرصه پوپولیست قوی صهیونیسم جهانی در میدان تبلیغات علیهشان چرا با کمترین و ساده ترین اقدامات با حدود بسیار زیادی جلو این موج سنگین را نمیگیرد و ناآگاهانه با آنها غذا و خوراک
فضا و خوراک تبلیغ سازی های وارونه میدهد. مثلا در حال حاضر از ابزار و از سیترین حربه های دشمنان استفاده از کلیپ های آرشیو در دوران گذشته طالبان است. بله، آفرین بر شما که این برای طالبانی با یک اصلاحات بزرگ در نوع نگرش ادبیات و ارتباطات خود واجه شده سم است. چرا مثلا لباس نیروی نظامی و اجرایی خود را متمایز از عوام مردم و متحد شکل با یک فرم خاص نمی کند؟ اتفاقا همین کارو کردن. نیروهای خاصشون لباس خاصی دارن. بعد نور چشمم، اینا امکانات ندارن. یارو 16 سال حقوق نگرفته، امکانات ندارن. متطابقاً الان طوری که من میفهمم دولت خرج داره، پولاشون رو بلوک کردن. کمک به طالبان هیچ دولتی جرأت نداره کمک بکنه. دولتداری آسان نیست. کلیپ های گذشته را به حال نسبت دهند و این گونه دیگر هم همه میدونن اگر کلیپی با لباس های سابق و لباس های افغانی محلی بود، این مال گذشته طالبان است. نه، تازه هر چیزی که هر لباس افغانی که طالبان هم نیست. استاد، به نظر من طالبان از نقاط ضعفی که دارد نداشتن رجل سیاسی با تجربه، به اصطلاح داشتن افرادی که بر دنیای سیاست زیرکانه و هوشمندانه باشد نیست. به عنوان مثال شما تون نوشید اشتباهات چاپی داره. الان در تب و تابه های تبلیغات اعدام های عمومی به نظرم اگرچه به قصد درس عبرت برای خلافکاران جامعه باشد، ولی الان با این عمل بازتاب عکس دارد. حتی در ایران هم مدتی انجام شد، دوری بسیار حجم تبلیغاتی سنگین و اثرات منفی در میان جامعه نسبت به خود نظام بار آورد و طالبان باید حداقل تجربه دیگران استفاده کنند. حرفتون کاملا درسته و از راه های رفته و شکست خورده دیگران آزمون ندهد. کاملا درسته. و نامه استاد طباطبایی رو که در همین برنامه خوندم، وقتی فرستادم بر آقای مجاهد خیلی استقبال کرد، گفت که حتما از چنین نامه‌هایی استفاده میکنیم. طنز امشب کسی باشه هم برای من هم برای شما با حضور حاجی فلاح زاده. سلام علیکم. احوال آقا؟ سوال معال دارید بپرسید که همین الان ورژن جدید رساله مقام عظما اومده، 64 بیت، آفیس 2010 هم روش نصبه. من از رو هلپش بهتون جواب میدم. تلفن میشنویم. سلام میگم خدمت شما، خواهش میکنم که بفرمایید، صداتون رو میشنویم. آیا وقتی که از ماشین در آوردیم شسته شد نجسه یا پاکه، یا اینکه مثلا بقیه لباسا هم تو ماشین لباسشویی میتونه نجس کنه؟ ماشین لباسشویی؟ این سوال بسیار مهمیه و گریبانگی اکثر علما هم هست. اولا احوطان است که تنبل بازی در نیارید، با دست بشورید. اما اگه انداختی و نجس شد، آیت الله مولا محمد باقر انقضی دور کلاش قرمزی در کتاب ماشین لباسشویتان الانوار نوشتن که اذا کان ماشین لباسشویی کنجسات لو کان یدمر کل لباسات. در همین رابطه یکی از طلبه های بنده تو حوزه علمیه راه حل عملی پاک کردن ماشین لباسشویی نجس شده رو نشون داده که خواهش میکنم پخش کنید که همه عبرت بگیرن. بله، این صدای ماشین لباسشوییه که نجس شده. اگه بازم بیننده ای سوال داشت تیجه علا در بشه، یعنی به انتظار کن به فارغ صبر. خراسان رضوی، گناباد، کاخک برای ما بیننده عزیزی نامه فرستادن. سلام میگیم به همه هموطنان عزیزمون در اون شهر و اون دیار. سلام و احوال پرسی کردن. یک سوال بیشتر نپرسیدن ولی بسیار مفصله. من که مطالعه میکردم برداشتم از این نامه این بود که مسئله خواب رو پرسیدن. چقدر ما به خوابمون میتونیم اهمیت بدیم و چقدر میتونیم در خصوص این خواب مقید باشیم، ترتیب اثر بدیم، نکاتی که در خواب بهمون یادآوری میشه چقدر حجیت داره و مواردی از این قبیل.
از کنم خدمتتون که خواب یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی و لا شک فیه. باید به خواب به اندازه خوراکتون اهمیت بدید. خیلی تصمیمات نظام جمهوری اسلامی در خواب گرفته شده. مثلا مقام عضوای ولایت شب خوابیدن، صبح بلند شدن مرجع. همین آقای احمدی نژاد شب خوابیدن، صبح بلند شدن 20 میلیون رأی داشتن. آقای مشکینی شب خوابیدن، صبح دیگه بلند نشدن، کوتاه شدن. بابا اصلا میگن اگه 40 شب با خلوص نیت آشغالاتون رو سر ساعت 9 بیرون بذارید، آیا احمدی نژاد رو به خواب میبینید؟ بله خیلی خوب، بحث خیلی خوبی شد. من هفته گذشته به دوستان قول دادم های باید در خصوص دروغ‌های شوخی و جدی امروز ما صحبت بکنیم. یه وقتایی به مزاح هم خودمون میدونیم هم دیگران میدونن. به شوخی چیزی رو میگیم، دروغ میگیم. آیا این دروغ واقعی است یا نه؟ بله، همطور که در تصویرم دیدی آقای احمدی نژاد خودشون میدونن دارن دروغ میگن. ما میدونیم ایشون داره دروغ میگه، اما نه که آدم هزل و غیر جدیه. بعضی موقع من خودم فکر میکنم خب راست میگه. بابا دیگه صدای آیت الله پینوکیوی ژپدوزاده حائری هم در اومده. بله این البته بارها هم گذاشتیم قبلا. ماشاءالله صحبت های زیبای این عالم عرب غیرت ها رو به جوش در آورد. آقای عبدالمجید أوزيل ذكر هؤلاء، ذكر من؟ ذكر مشايخ المنابر، وذكر علماء السلاطين، وذكر حكام العالم، لاعب كرة قدم. ذكرهم أن هناك مليون مسلم مضطهد في الصين، يعيشون في إقليم مضطهد، الصلاة ممنوعة، النقاب ممنوع، يجبرون على تناول وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر. قتلوا هؤلاء في داستان زیرنویسش پایین همش مشخص نیست. نظرتون در مورد دانشگاه رفتن با ماسک بگید. اگر نقاب بزنیم بدتر مورد اذیت و توجه قرار میگیریم. نه، نقاب بزنید، برعکس شما نقاب که زدید دیگه کمتر کسی توجه میکنه. تازه توجه هم بکنه چرا توجه میکنه؟ چهره پوشیده. خداوند دستانو بگیرد. با یه تکه پارچه جلوی بسیار از فسادها گرفته میشه. یک کلیپی یه موقع نشون دادم همینجا. یه خانم امریکایی غیر مسلمان بدون لباس رفت یه راهی، دید امتحان کرد ببینید که با لباس اسلامی مثلا بیشتر اذیت میشه یا بدون لباس. بدون لباس مطلق این ور اون ور، با لباس انسان با لباس درست به دیگران شخصیتشو نشون میده. یعنی که من اهل این کار نیستم. اگه صورتشو پوشوند که دیگه من باب اولا. سوال مجری از آقای عبدالحمید: چرا در هفته وحدت و حفظ سنی پشت شیعه نماز نمی خوند، اما شیعه در مکه پشت سنی نماز می خوند؟ برای شیعه تقیه میکنه. شیعه تقیه میکنه. شیعه اصلا نماز جمعه رو فرض عین نمیدونه. این یکی. بعد اعمال شیعه، اعمال مولای شیعه رو اصلا نباید ارزش قائل شد، برای که دروغ میگه. دروغ در مذهبش جایزه. یک سوالی که مطرح هست در مورد بحث تقریب مذاهب هست و در سالهای بعد از انقلاب انواع و اقسام کنفرانس های جهانی، منطقه‌ای، استانی در بحث تقریب مذاهب مطرح شده، اما واقعا از روی کاغذ فراتر نرفته. یعنی اتفاقی نیفتاده. چرا؟ آقا شما این سوال شما نباید ایشون بکنید. این سوال رو باید از رئیس
کشور بکنید، از آقای خامنه‌ای بکنید. اگه دستون به آقای خامنه‌ای نمیرسه حداقل از آقای تسخیری بکنید، از آقایانی که این کنفرانس ها رو اداره میکنن. ایشون چیکاره؟ یعنی میخوای حرفا خودتون از دهن ایشون بیاری بیرون؟ اینا تأثیرات بی تأثیر هم نبودن، ولی اونطور که باید تأثیر داشته باشن نبودن، برای اینکه اصل عمله. و اگر ما هیچ کنفرانسی هم نگیریم و عملا ما بتوانیم وحدت را پیاده بکنیم، تفاوت بین شیعه و سنی برداریم در امور استخدام کشور، واگذاری مسئولیت ها، مناصب، مجوز، ما این تفاوت ها را برداریم و همه ملت ایران این وحدت در همه دنیا میتونه نفوذ بکنه. آخه این چه تقریبی هست که شما میگین تاثیرگذاره که آقا تقریبو ایشون ایجاد نکرده، تقریبو دولت اعلام کرده. چرا سوراخ دعا رو گم کردید؟ هفته وحدت رو اهل سنت ایجاد نکردن، دولت ایجادش کرده، اونم برای فریب، برای مکر. و مانع تقریب اعمال متضاد و متناقض دولته. در حرف یه چیزی میزنه، عمل چیز دیگه میکنه. خداوند به نفاق برکت نمیده، به تضاد برکت نمیده، به دورانگی برکت نمیده، به فریب و تقیه و نیرنگ برکت نمیده. همین 2 سال پیش عکسی مشهور از کنفرانس تقریب منتشر شد که بعد از کنفرانس یا بین 2 جلسه کنفرانس شیعیان به امام جماعت خودشون رو داشتن، اهل سنت هم امام جماعت خودشون رو داشتن. بله. یعنی در یک جلسه خود کنفرانس تقریب که افراد در مورد تقریب سخن میگن، بله درست، هر کدوم جداگانه نماز میکنن. یک سری مسائل فقهی بین اهل سنت و شیعه هست که عزیزان شیعه ما پا نمیشویند و نزد اهل سنت شستن فرض واجباته. یعنی درسته آقا پار هم بشورن، غسل هم بکنن، پار شستن نه، غسل هم بکنن، بیان پشت سر شیعه نماز خوندن درست نیست. به خاطر شرکش، به خاطر اعتقادش، به خاطر کفریاتی که خمینی الان داره میگه که ختم نبوت قبول نداره. اصل مطلب در اینجاست. ولی که ایشون اگه این حرف بزنه باید از دستبوسی و پابوسی دست برداره، بیاد بیرون. این کسی که اقتدا میکنه پشت سر کسی باید اعتقاد داشته باشه که طهارتش نزد او درست. نه، جوابش این نیست. جوابش نیست. تقریب معنای توحید 2 مذهب نیست. یک، مذاهب جا خودش بمونه. دومی که تقریب وحدت در سایه توحید ممکنه، نه در سایه شرک، نه در سایه غلو و ولایت فقیه. کاملی در خود بین حنفی و شافعی هم این مسئله مذاهب اهل سنت ما هست. به طور مثال این که بدتر کردید، که این که جواب بدتری شد. یعنی میخواد بگه حنفی شافعی هم پشت سر هم دیگه نماز نمیخونن. مثال میدم برای شما که اگر از خون بینی خون بیاید نزد عزیزان شافعی ما وضو نشکسته، رعاف بشه. نزد حنفیه شکسته. اگر حنفی ببینه که این بینیش خون شده و داره نماز میره، نمازش پشت سر او درست نمیشه. نه، این حرف درست نیست. این حرف درست نیست. نمازش در مذهب حنفی درست نیست. لیکن اگر در پشت سر شافعی نماز خون، به اتفاق مذاهب، به جمهور مذاهب نمازش درسته. چرا؟ چون پشت سر امامی نماز خونده که کتاب سنت، اجتهادش به این عمل کرده. ولذا شافعی درسته پشت سر حنفی نماز بخونه، حنفی درسته پشت سر شافعی نماز بخونه و هاکذا باقی مذاهب اربعه. چون اعتقاد داره که وجود تمام نیست. اینا همین مسئله اینجایه که عزیزان شیعه ما پارا نمیشویند و این شستن پار نزد اهل سنت فرضه، واجبه. ببینید شیعیان هم برای خودشون اصولی دارن، اما به جهت حفظ وحدت وقتی در مراسم حج میشه پشت سر اهل سنت نماز میخونن و تقیه میکنن، دروغ میگن. نماز میکنن. التقیه دینی و دین آبایی، لا دین لمن لا تقیه له. هر که تقیه نکنه دین نداره. اما این در تشیعه. اهل سنت به جهت حفظ
این آقا اومده که حرفای خودشو از دهن ایشون در بیاره. وحدت هم که شده در خود کنفرانس وحدت اسلامی هم پشت سر شیعه نماز نمیخونن. نباید نماز بخونن. تا زمانی که شیعه عقیده شرک آلوده نباید نماز بخونن. تا زمانی که وضوش نادرسته نباید نماز بخونن. شیعه رو، یک مذهب ضاله و مضله رو نباید با ضال و مضل رو نباید با یک مذهب درست مقایسه کرد. مذهبی که با امامت تمام میشه، مذهبی که امامتی که یهود درست کرده، مذهبی که همه توحید خدا رو به امامان نسبت میده، همه صفات خدا رو به امامان داده، چون این مذهب قالی رو از مذاهب اسلامی شمردن کار اشتباهیه. تا چه رسه پشت سرش نماز خوندن. اوله اونها روی همین مسئله فقهیه که معتقدن اینا از فقه خودشون گذر کردن دیگه وقتی پشت سر اهل سنت نماز خوندن. اون طرف چرا به خاطر حفظ وحدت گذر نمیکنه؟ آقا بگو تغییر میکنه، جرأت نمیکنه نه؟ اما معتقدن که این ما احکام ما نباید تغییر بدیم و تغییر نزد اهل سنت هم نیست. خوبه بالاخره رسید بهش. خوبه خدا را شکر. مثلا معتقد به اعتقاد به تغییر ندارن. روی این مسئله اتفاق میاد که معتقده که ما مشترکات رو بگیریم و همین مشترکات کافیه. اونجا که اختلافی هر کسی رو به حالت خودشون بگذاریم. بهترین راه همینه. آقا عیسی به دین خود، موسی به دین خود. بهترین راه تقریب یکیش اینه که صداقت داشته باشه، شیعه صداقت داشته باشه که محاله. مولای شیعه صداقت داشته باشه دیگه شیعه نمیمونه. دوم این که نیازی به تقریب نیست. حقوق قانون اساسی تصریح کرده به شما بدید. شما قانون اساسی رو به دروغ نوشتی. اون موقع میخوای بیان به پشتارتون نماز بخونن. در هفته وحدت مسجد خراب میکنن. مسجد شیخ فیض رو کی خراب کردن؟ در هفته وحدت. نقش ایرانیان در برپایی آمدن زمینه دجال. اما استاد به قول ضرب المثل شما چون مغزشان چپ است فکر میکنن زمینه آمدن سعادت رستگاری است. نقش ایرانی ها در آخر الزمان، عاشورا. ابتدا اهل بیت نسبت به ایرانی ها با عنوان کسانی که زمین ساز ظهورن توجه خاص داشتن. شما نگاه کنید تو همه اینا دروغه. همه اینا چرندیاتی که بعداً درست کردن. اهل بیت همشون اهل سنت بودن. حضرت حسنین در جنگ با ایران شرکت داشتن. کربلا در مقابل امام حسین علیه السلام، در مقابل امام حسین یک ایرانی نیست که بجنگه با سپاه سید الشهدا با امام حسین. اما تو قیام مختار دجال شخصی مثل خمینی بود که انتقام از قاتلین سید الشهدا می‌خواست بگیره. آره همین مختاری که به عموش سفارش کرد که حضرت حسن رو تحویل معاویه بده. همین مختار ملعون. دلت بخواد ایرانی ها هست، محبان و طرفداران اهل بیت. این مال گذشته بود. در آخر الزمان هم تشیع یعنی تحریف تاریخ، تحریف دین. روایات ایرانی ها هستن که زمین ساز ظهور اصغری هستن. خیلی مورد ظهور دروغی بیش نیست. این ظهوری که شما درست کردید. پیغمبر فرمود یخرج اناس بالمشرق فیبتئون للمهدی سلطانه. از مشرق زمین، مشرق اون موقع یعنی نسبت به سرزمین حجاز که پیغمبر توش بود، مشرق اون موقع ایران بود. از مشرق گروهی برمیخیزن و زمین ساز. آره دجال هم از ایران برمیخیزه. 70,000 یهود اصفهان همراهش میشه دجال. پیام های من همیشه بخونید. اون پیام هایی که میرسه من میخونم، ولی خواهش میکنم هر نفر یه پیام بده تا اینکه حق دیگران ضایع نشه. آقای ابوالفضل هدایت شده، مولانا متوکل رحمه الله، رحمت خدا بر او باد. گپی ما دیج است برادر و خواهران.
عمل پیغمبر علیه السلام در زمان پیغمبر علیه السلام این گپ نبود که عمل سنت است، این واجب است، این فرض است، این مستحب است. نه این سوال نبود. صحابه متوجه بودن که رسول الله چه قسم کار میکنن، چه قسم نماز میخونن، چه قسم میشینن، چه قسم ذکر میکنن. بس چرا اگر امر مستحب هم باشه عملی کیست؟ بگه رسول الله. کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشته باشه عمل مستحبش هم بگه از چشم خودش کده برش ارزشی زیاد داره. عمل رسول الله است. فرض واجب چی میکنی تو؟ پیغمبر این کار کرده خلاص. مخصوص تقسیم بندی های فقهی که بعد هم آمده. پیغمبر امر کرده این کار بکنی ولو که در درجه مستحب باشه. عظمت سنت رسول الله در قلب ما باید بسیار زیاد باشه، خیلی زیاد باشه. سنت پیغمبر حقیر ندانیم، سبک ندانیم. این دوستایی که نمیدانن لا اقل دین روز در رادیو سوالات از بیرون داشت. یک رادیوست رادیوی اینترنتی جور کرده به نام رادیو پیمان تیوی. او به اینترنت شنیده میشه. دیگه برادرها از اروپا سوال کرده بودن چون وام افغانای ماست در اونجا زندگی میکنه و با عربا در مسجدها میره نمازه وتری از واره سوال کردن. من برای گفتم که آفرینید که تو زیاد نفرت نکده، چطور مسجد رو ترک نکده، بدر حرکت نکده، نرفته. یام از او شورید بوده که لا اقل مراجعه به عالم کردی که اصل حقیقت جویا شدی. این رو خود چی میکنی؟ یک بچگک یا دخترکی خورد بود او گفت که ما در مسجد میریم ما را کش میکنه که پایا را بچسبانیم، باز ما دور میکنیم خدا. ببینید ما در مساجد خود وقتی که پایا میچسبانی ریش سفید، من گفتم شما خود بسیار مرد نیک هستی، تنها خود دور کده اینجا در ریش سفید ما که پایا چسباندی امی دمی عین نماز حواله میکنه دربیتا میکشه. در این وطن اینطور حالت است. خب گناه بر میگرده به ملاس. خب این دلالت بر امیت دینی و جهل و بیسوادی مسلمانانه دیگه. صاحبا مولوی صاحبا یک روز حدیث پیغمبر را نخوند. اینمیان خبر داره که حدیث در بخاری شریف است. شما باور به الله متعال بکنی به مردم خود نمیگه؟ نه که نمیگه. مذهب بر قول پیامبر ترجیح میده. نورالایزا بر بخاری ترجیح میده. نمیگه به مردم که اینی سنت است. چرا نمیگه؟ تالی را مردم گفته که 4 انگشت. چند؟ آلی اگر این طور بگه که پا بچسبانی شانه را بچسبانی آلی دیگه در 4 انگشت نمیشه تا که پایا برابر شانه نشوه، نه پای میچسبه نه شانه. چرا اگر زیاد چاک شوه پای میچسبه شانه خطا میخوره، اگر 4 انگشت کنه شانه میچسبه پای نمیچسبه. از او خاطر آرام خود گرفته. همین قدر میگه صفا را درست برابر کنید. خود تفسیری درسته بکن. تفسیری درست چی است؟ چی رقم استاد شود؟ بله. به خاطر دعوت به سنت کردران کشتنش که لعنت خدا بر قاتلانش باد. آقای شکری از شهریار: سلام دکتر، اونجا عبدالحمید اشتباه کرد که از فرق بین اهل سنت صحبت کرد و هیچ کسی نباید از تفرقه بین مذاهب صحبت کنه و تعلیق زدن به اهل سنت باعث تفرقه میشه. در کل خوب جوابش داد. بله. یعنی ما ماسک بزنیم بریم گناه؟ نخیر، برعکس ماسک زدن بهتره. این خیلی برام مهمه. ماسک زدن، برقع زدن خیلی بهتره. آقای احمد: سلام استاد، لباس طالبان مهم نیست. فعلا طالبان وظیفه‌های بهتری نسبت به جامعه دارن تا لباس فعلا بگذاریم طالبان جا بیفتن بعد ازشون انتقاد کنیم. مسئله همینه.
اگر طالبان واقعا طبق آیه قرآن حدیث عمل کنن هیچ کس نمیتونه ازشون عیب بگیره. مثل عربستان انسان عیب داره، انسان بدون عیب نمیشه، دولت بدون عیب نمیشه، جامعه بدون عیب نمیشه، لیکن مهم اینه که خوبی ها بیشتر باشه، مهم اینه که هدف اصلاح باشه. آقای ابو عبدالله فارسی الحمدلله حل شد، پخش از آن از شبکه کار عالی بود، خدا را شکر. از آن الان فکر کنم پنج وقت پخش میکنن و خداوند به شخصی که این پیشنهاد کرد جزای خیر بده. استاد همانطور که میدانید و روشن است کشورهای کفری و صلیبی جهان از جمله امریکا و روسیه و شاهزاد و ترکیه و حمایت کشورهای راهپذیر مشرک از جمله ایران برادران خواهران من را در سرزمین شام کشتند. نه، ترکیه که از سوریه دفاع میکنه. 3 میلیون سوری در ترکیه پناهندگی داره، بسیارشون جنسیت دارن، تابعیت دارن. کمکهاش به سوری ها بیشتر از هر کشور عربی است تقریبا. و تجاوز کردن هزاران جنایت و بمباران دیگر. بنابراین همان گونه که مجازشان کنید که با شما ظلم ستم کردم. چند آیه درباره جن آیا کشتن ادام کردن مشرکان قاتل مسلمین گناه هست؟ در کجا؟ بستگی یعنی برید ترکیه ها رو بکشید، برید شیعه ها رو در افغانستان بکشید، بله این گناهه. در سوریه نه گناه نیست، واجبه، بلکه بستگی به اون منطقه داره. بشار اسد یک دولت کافر و مشرکه و پشت سرش هم خامنه‌ای ملعونه. اینا از کافران 100 بار خطرناکترن. لیکن کشتن شیعیان بیگناه یعنی چی؟ اگر چنین بکنیم فرق ما با اونا چیه؟ استاد ما برای هر کس خوبی کنیم اونا با ما بدی میکنن، چیکار کنیم؟ به خدا بگذار، کارتو به خدا بسپار. شما با هر کسی خوبی میکنی به خاطر خدا اون خوبی رو انجام بده، نه به خاطر مردم. این فرد اونی که جواب مجیب الرحمن داد نیازی نام دارد، شاخه منشعب شده از امارت اسلامی که علیه طالبان با کمک مستقیم امنیت ملی نظام گذشته اعلان جنگ کرد و در ویدیو که از گذشته است که شما پخش نمودید مولانا مجیب الرحمن را میکوبد. پس این جواب امارت طالبان نیست جواب یک گروه دولتیه در واقع که پیش چشم او چرا این همه فساد در دروغ داشته انجام میشود و مولانا خاموش هستند ولی دروغ میگوید. مولانا همیشه در طرف حق بوده، علیه فساد نظام گذشته سر منبر تذکر داده، بارها تذکر داده، ما خودمون پخش کردیم و چندین بار از جانب دولت مستقیم و غیر مستقیم تهدید مرگ هم شده. اگر امکانش هست ویدیوی خمینی را عمومی و در واتساپ پخش نمایید تا بعضی از مردم ناآگاه ما نشان بدهند تا چهره این پیر خراباتی برایشان شناخته شود. نه، بهتر اونه که با تعلیق منتشر بشه تا شبهاش به ذهن مردم نمونه. یعنی اون چیزی که من رد کردم اینو کلیپ میکنه ان شاءالله پخش میشه. آقای ابو اسما علیکم السلام، سوالی داشتم. من 6 سال در جبهه بودم، کسی به هم حقوق نمیداد، خودم از جیب خودم خرج میکردم. اون وقت این آخوند کجا بود؟ آفرین بر شما. بفرمایید. 6 سال در جبهه بوده، اون موقع دعوتگران به خاطر پول در جنگ میکنه که اینقدر بده و اونقدر بده.
آخوندی که حسین را جای خدا می نشاند. اینا حسین پرستن، مشرکن. نزدیک آی شیوخ، آی پیرمردا، آی محاسن سپیدا، نشه دوباره به اسم کرونا در حسینی ها رو ببندید. فردای قیامت جوابی برای حضرت زهرا ندارید. از خدا خبری نیست. حضرت زهرا فردای قیامت شماها رو مستقیم شیرجه میبرن تو جهنم که با اسلام کاری رو کردی که هیچ دشمنی نکرده، مگه اینکه توبه بکنید. تو این مملکت کتک میخوردن زمان شاه، مجلس رو برگزار میکرد. بعضی از پیرمردا و محاسن سپیدا مردود شدن. 20 سال در حسینیش بسته نشده بود، بسته شد. چرا؟ سختی به خودش نداشت. حسینی ها شرکخانه بدون کرونا هم باید بسته بشه. جای عبادت مساجده، نه حسینیه، نه تکیه، نه بقیه بتخانه هایی که درست کردی شماها. به مسجد قانع نشدید، رفتی بتخانه درست کردی. حالا فهمیده کجاش بوده. نشم. بله. این بچه آقای جمال هدایت شده، علیکم السلام. در ماه رمضان از کانال 4 تلویزیون ایران برنامه‌ای پخش می‌شد که با افرادی که دچار مرگ موقت شده بودند مصاحبه می‌کرد. آنها بعضی مناظر زیبایی دیدن، بعض نگاهی دیدن. نظر شما چیست؟ نه، اونا نمردن. اگه می‌بردن بعد انسان دوبار که نمی‌میره. دقت کنید. ولی این سوال رو باید پزشکا جواب بدن، نه بنده. دادم خانم ام اسما، شما سوال می نویسید بعد میری دوباره میخوای جواب نمیشه که. یه سوال انسان یه بار میتونه جواب بده. این شخص مولوی نیازی است که 1 سال قبل در هرات کشته شد. خب حسابش با خدا. آقای علی از چابهار، فرکانس برای ما بفرستید. آقای علی از چابهار، اون نامه‌های بارا که من براتون فرستادم چرا نمیخونید؟ یعنی حتما من نامه‌ای که پیش شما هست من کپیش کنم برای شما بفرستم؟ آخه اینقدر تنبل نباشید. نه، این تنبلی هم حد و حدودی داره. الان من نامه خود شما رو با شما کپی میکنم میفرستم. این دلیل برای که شما نامه رو نمیخونید. بازم بفرستم بازم همینطور همین سوال میکنید. فرستادم برای شما. در مورد ایصال ثواب به زنده و مرده جایز است؟ یعنی من کل قرآن تلاوت کنم برادرام که زنده هم میتونم ببخشم و حساب من میرسد؟ بله میتونم. بعضی اگرچه این روش سنتی نیست، روش سنت به این روش نیست، برای اونها دعای خیر بکنید، لیکن چون یه قولی هست میتونید انشاءالله. آقای عبدالحمید از روسیه، ای دل گناه مکن که به تحقیق مردن است. پروفسور عبدالظاهر دایی. ای دل تو را مرگ هم شنیدنی است، صبح اجل ز مطلع عمرت دمیدنی است. در تخت ناز و بالش ابریشمین مناز، زیرا که از این جهان تو به کلی بریدنی است. ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است، اعمال نیک کن که قیامت رسیدنی است. چون کل نفس ذائقة الموت حکم شد، میدان یقین که شربت مرگت چشیدنی است. چون حضرت رسول خدا در جهان نمان، کس را چی اعتماد به نابود بودنی است. سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را، روز قفس شکسته و مرغش بریدنی است. رحمت خدا بر سعدی باد. خب دوستان، همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. کلیپ هایی که براتون گذاشتم
از الان تا 6 صبح فردا انشاءالله. اول مستند تاج امامه، بعد زندگی حضرت عمر، بعد مطالب مختلف طبق هر شب. هر گفتمان قومی به شدت باید سرکوب بشه، به شدت باید سرکوب بشه، به شدت باید سرکوب بشه. پشت هر حرف اینا حتی اگر به ظاهر تجزیه طلبی نیست باید به سرکوب بشه. به خصوص جریان در کردستان آذربایجان. هر حرفی آموزش، ما بچه‌هامون میان مدرسه تا 7 سالگی آذری خوندن، ترکی خوندن، کردی خوندن، عربی خوندن، میان تو مدرسه فلان یه آموزش زبان مادری کنیم. به شدت باید این کلیپ قسمت اولش خلاصه فرهنگ طاغوتی زمان شاه در بر میگیره، اون فرهنگو خلاصه میکنه. آموزش زبان مادری نداره. زبان دقت خیلی از این عزیزان میهن پرستان آموزش زبان مادری کوتاه اومدن. الان قبلا این کوتاهی اومده بودن، بعد دیدم نه اینا میان جلو. آموزش زبان مادری کوتاهی فردی پدرسوختا میگن آموزش به زبان مادری، یعنی شیمی و ریاضی هم به زبان کردی و ترکی بخونیم. آموزش زبان مادری یعنی اینکه آقا ما در کنار دروس دیگر یک کلاسی داشته باشیم برای زبان قومی خودمون. از همون ابتدا باید جلو تمام این بحثا رو گرفت. الان هم دارم به جمهوری اسلامی میگم اگر جمع نکنی این لباسای قومی رو جمع نکنی، جلوی این بچه بازیایی که آقا رسانه استانی گذاشتی هر کی به زبان خودش و اینجور مسخره بازی‌ها، جلوی اینا رو نگیر. اگر این یک دستسازی قومی رو در ایران انجام ندی، نری به سمت همبومی، متأسفانه من میبینم به سمت بومی کردن، به این میگن بومی سازی. باید بری به سمت همین. این کارو خوشبختانه ما در دوران 50 ساله محمد رضا شاه و رضا شاه به درستی داشتیم انجام. همین محمد رضا شاه که خیلی‌ها بهش توهین میکنن، همین جلوی گسترده شدن مساجد سنی رو گرفت. برید آمار بگیرید. همین جلوی گسترده شدن مساجد سنی رو گرفت. برید آمار بگیرید. باید تمام گفتمان‌های قومی جلوش گرفته بشه. با قدرت، نه بحث‌های تنده، نه بحث با سال‌ها رو این قضیه کار. باید جلوی این قضیه گرفته بشه. مردک پلشت. تو این زمینه درود به شرف رضا شاه و محمد رضا شاه من بفرستم. ببین ما باید انصاف داشته باشیم دیگه. این دو تا شاه طبق اقتضاعات بالاخره زمان خودشون آقا اصلا بی برو برگرد کلی باج دارن به آمریکا یا کشور غربی، حرفی نداری. ولی یه کاری کردن خدا شاهده، در حوزه داخلی به شدت جریانات پان کرد و پان عرب و پان بلوچ و غیره رو، به ویژه جریانی که اصلا نمیذاشتن شما مساجد سنی رو نگاه کنید که زمانش چند تا بوده، الان زمان جمهوری اسلامی متاسفانه ببین چقدره. کوچیک حمله سنی ها هست. این شاهی که اینقدر فحش میدی اتفاقا کلی برنامه‌ریزی کرده بود که از همین سنی ها داشت شیعه میگه. کوچیک حمله سنی ها هست. شما تروریستای وهابی، بگم من کوچیک تمام سنی های ایران هستم ها. پایگاه‌های اینترنتی مخالفین جمهوری اسلامی همگیشون دم از مظلومیت سیستان و بلوچستان از عمری‌های زاهدان میزنن. تازه اونا مظلوم نیستن، همه اینها قاچاقبر مواد مخدر، همگیشون تاجر مواد مخدر، مدارس الی ماشاءالله، مساجد الی ماشاءالله. بله خدا رحمت کند مرحوم شاه را که اینها رو مثل سگ ذلیل کرده بود. این شاهی که اینقدر فحش میدی اتفاقا کلی برنامه‌ریزی کرده بود که از همین سنی‌ها داشت شیعه میگه. بله خدا رحمت کند مرحوم شاه را که اینها رو مثل سگ ذلیل کرده بود. کوچیک حمله سنی ها هستی. در زمان پادشاه فقید عمر کشون داشتیم ما. آقا عمر کشون شون یک بخشی از بحث شیعه همین جزئیاتش به همین عمر کشون نشونه شیعه. آقا عمر کشون شون یک بخشی از بحث شیعه همین جزئیاتش به همین عمر کشون نشونه شیعه. افسنگت یا علی مدد بر عمر حرامزاده لعنت بر دشمنان اهل بیت لعنت بر عمر ابوبکر عثمان عایشه و حفصه و هند و جود و مکم معاویه شورای صدیق ابوبکر جراح معاذ بن جبل عبدالرحمن بن عوف هرمله ولد الزنا لعنت. کوچیک حمله سنی ها هستی. چرا همه حرفاتون تهمته؟ پس فطرتا نامردا بی انصافا کافران سقیفه‌ای. کوچیک حمله سنی ها هستی. من کی تویین کردم؟ به آخوند شیعه آدم توهین بکنه به خاطر اینکه سنی بعدش میاد، بعد پدر و مادر هرچی سنی لعنت. حالا بیشتر نمیگم چون یه جاش به ضرر شیعیان سنی ها پررو میشن. تو دعوای شیعه و سنی بر هوای شیعه رو داشتن و آخر شما تروریستای وهابی
بگم من کوچیک تمام سنی های ایران هستم ها. این شاهی که اینقدر فوش میدی اتفاقا کلی برنامه ریزی کرده بود که از همین سنی ها داشت شیعه میکرد. همگیشون دم از مظلومیت سیستان و بلوچستان از عمری های زاهدان میزن. تازه اونا مظلوم نیستن، همه اینها قاچاق